سلام، محمد حسین خانی هستم. یه قسمت دیگه از استخراج طلا از وسایل الکترونیکی رو با هم داریم. تو این قسمت میخوایم کابل‌های اتصالی که توی موبایل‌ها، دوربین‌های عکاسی و وسایل الکترونیکی مختلف وجود داره و اینها میبینید که یه مقداری طلایی رنگ هستند. از اونها میخوایم تلاش رو استخراج کنیم. حتما این ویدیو رو تا به انتها تماشا کنید. اگر از ویدیو خوشتون اومد فراموش نکنید که ویدیو رو لایک کنید و یه کامنت قشنگ برام بنویسید. بریم سراغ کار امروزمون. این کابل های اتصالی رو به قطعات کوچیکتری قیچی میکنیم، کوچیکترشون میکنیم و داخل یه ظرف آهنی میندازیم و میسوزونیم. بهترین راه برای کار کردن با اونها این هستش که اینها سوزونده بشن، چون سطحشون پلاستیکه و این پلاستیک اجازه نمیده که اسید روی اونها تاثیر کنه. یه مقداری که اونها رو میسوزونیم به این وضعیت میرسن و توی این مرحله مستقیم این کابل ها رو تیزاب میکنیم. تا جایی که من میدونم این کابل ها به هیچ عنوان قلعی داخلشون دیده نمیشه. مراقب باشید شما هم نگاه کنید که یه وقت قلع روی اینها وجود نداشته باشه، چون اینجا دچار دردسر میشید. دلیل اینکه اینها وزن نشدند این بود که چون از انواع مختلفی هستند، یه تخمین خیلی خوب به ما نمیده که چه نوع کابلی چه مقدار طلا ممکنه داشته باشه. ولی خب از لحاظ اندازه دیدید که تقریبا چقدر بودن. توی مرحله بعدی میتونیم اینجا یه تست کلورید قلب بگیریم، اطمینان حاصل کنیم که طلا وارد محلول شده. اگرم نگرفتیم باز ایرادی وجود نداره، چون میدونیم که اینجا طلا وجود داشت. بعد از اینکه طلا وارد محلول شد اون رو فیلتر میکنیم و محلول رو با استفاده از اوره خنثی میکنیم، اسید نیتریک اضافی رو از بین میبریم. توی مرحله بعدی سدیم متابوسولفید اضافه میکنیم و طلای ما رسوب میکنه. چون داخل این کابل ها ممکنه مس زیادی وجود داشته باشه، بهتره که یک بار طلا رو تمیز کنیم. تمیز کردن طلا با استفاده از روش مختلفی میتونه انجام بشه. یک روش اون این هستش که دوباره طلا رو تیزاب کنیم، وارد محلول کنیم و رسوبش بدیم و توی این ویدیو این کار رو انجام میدیم. دوباره طلا رو تیزاب میکنیم و وارد محلولش میکنیم و رسوبش میدیم. البته بعد از اینکه وارد محلولش کردیم بهتره که یک بار فیلتر بشه. اگر زمانی که طلا وارد محلول شده، وقتی که تیزاب رو زدیم، چند قطره اسید سولفوریک هم اضافه کنید، میتونه برای از بین بردن آلودگی های احتمالی که از سرب ممکنه وجود داشته باشه به ما کمک کنه. بعد از ذوب کردن طلا میبینید که طلا حدوداً 0.2 گرم وزن داره، ولی از روی رنگ میشه فهمید که طلا خلوص بسیار خوبی نداره. لطفاً نظر قشنگتون رو در این رابطه بگیم. با کامنت های خوبتون به من انرژی بدین. حتما فراموش نکنید که ویدیو رو لایک کنید. فعلا خدا نگهدارتون.